وای چه خوشحالی، یه وقتایی دلت تنگه، یکی حرفاتو میفهمه، یکی انگار از سنگه. چه آسون بهترین میشی، چه آسون تر یه بیهوده، چرا سردرگمی امروز تا بوده همین بوده. واسه دلتنگی های تو یکی با گریه بیداره، یکی چشماشو میبنده میره و تنهات میذاره. با این که خسته ای شاید از این دنیای پر از سختی، یه احساسی بهت میگه چه بی اندازه خوشبختی. یکی با گریه بیداره، یکی چشماشو میبنده میره و تنهات میذاره. با این که خسته ای شاید از این دنیای پر از سختی، یه احساسی بهت میگه چه بی اندازه خوشبختی. همسرتون برداشت شخصی خودشون رو دارن و این دلیل بر ابتلای شما به بیماری روانی نیست. یعنی من روانی نیستم؟ البته این دکترم باید خدمتتون متذکر بشم که تشخیص بیماری روانی و شیوه درمان اون تنها به عهده روانشناس. هر تشخیص بیماری نسبت به بیمار میتونه مسیر درمان عوض کنه و متاسفانه خیلی از خانواده ها هیچ علاقه ای به این ندارن که برای مشاوره درمانی پیش روانپزشک برن. البته اولین توصیه ما ورزش و همچنین تغذیه مناسبه. من دکتر نیما افشار هستم. اینم زندگی منه. البته تعدادی از همکارانم اعتقاد دارن که من دکتر نیستم، چون دکترام رو به صورت مکاتبه‌ای از دانشگاه مونباسای کنیا گرفتم. ولی ریشه تمام این مسائل حسادت. دانشگاه مونباسا یکی از معتبرترین دانشگاه‌های شرق آفریقاست. اینم مدرکش. عکساشم تو سایت هست. تصادف کوچیکه، چیزی نیست. نگران نباش. شنیدی مصاحبه‌مو؟ نشنیدی؟ نه مگه تلویزیونه که تکرار داشته باشه؟ بلش کن. خیلی خوب، به بابا سلام برس. باشه. خدا به 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 به. سلام آقا فیروز، خوبین؟ همه چی خوبه؟ این آقا اسمش فیروزه، فیروز مدنچی. غیر از این که سرایدار و نگهبان و تأسیساتچی ساختمونه، یه جورایی هم چشم گوش دکتر سهرابی، مدیر و مالک ساختمونم هست. یعنی اگه یکی بخواد به دکتر سهرابی نزدیک بشه، اول باید رابطه‌شو با فیروز نزدیک کنه. این همون چیزیه که من دارم روش کار میکنم. چیزی جا گذاشتی؟ من نه. میگم این هوا داره حسابی سرد میشه. نه جا گذاشتی؟ میگم جا نذاشتم، باز میگی جا گذاشتی. نه بابا، دنبال این ریموت این دره میگردم، حتما تای جیب کتم باید باشه. جا گذاشتی؟ من میگم جا نذاشتم، تو میگی جا گذاشتی. یه لحظه صبر کن، تحمل داشته باش، الان پیداش میکنم. ولی جا گذاشتی. آقا فیروز، من هیچ وقت هیچ چیزی رو جا نمیذارم، هیچ وقت. خیلی ممنون آقا پریز. پریز جان خیلی خوشحال شدم. خانم دستتون نمیدن، خیلی زحمت. بازم از کاره بوده. خیلی خوشحالم کردی بازم تشکر میشم. شما قضیه با هم هماهنگ حتما من خبر شو بدید. چیزا اینا رو باید حتما.
فدای شما میشم آقا نیما قربونتون برم مادری خودتون باشید قربان. خب یه مواقعی استثناء هم وجود داره و مهم اینه که ما یاد بگیریم بر اساس یک استثناء کوچیک و بی اهمیت روی مردم قضاوت نکنیم. اصلا کار خوبی نیست. حالا هیچ وقت هم که نه. خب ممکنه آدم یه موقع یه چیزی رو فراموش کنه دیگه. پس جا گذاشتی؟ ها؟ صبح که داشتم با رادیو مصاحبه میکردم همش حواسم به گوشیم بود که یه موقعی وقت مردم رو تلف نکنم. ما نباید هیچ وقت حتی یک لحظه وقت مردم عزیزمون رو تلف کنیم. درسته؟ حالا ممکنه با ریموت محترمت این در رو باز کنیم؟ نه. ببین عمدن که جا نذاشتمش. اصلا اگه عمدن جا میذاشتم اسمش جا گذاشتن جا گذاشتن یعنی این که شما چیزی رو میخواستی برداری ولی فراموش کردی برداری. درسته؟ حالا بازش کن. نه. چرا نه؟ باتریش تموم میشه. با یه بار دکمه زدن که باتری ریموت تموم نمیشه فیروز جان. تو پیروزم همین حرفو زدی. هفته پیشم 2 بار برات باز کردم. هفته قبلشم. خیلی خوب باشه. حالا شما این دفعه بازش کن. من بهت قول میدم که یه باتری نو برات بخرم. ببین مردم اومدن دیر منتظر منن باید خودم برسونم. بازش کن. نه. خب بس من چی کار کنم؟ برو ته خیابون شاید جای پارک پیدا کنی. ته خیابون فیروز؟ ته خیابون. دستت درد نکنه. برو تو ولی جای پارک دعوت شده. برای چی؟ سواری ماشین گنده ها خریده تو جای خودش جا نشد گوشتم جای پارکینگ تو. من چی کار کنم؟ اون ته یه جا برات باز کردم شماره 13. از دست تو فیروز از دست تو. همه همین حرف رو میزنن. شما انگار متوجه حرفای من نمیشی. چطور شد؟ این چاه که گرفته مال کل ساختمونه، اما اون سقف فقط مال مطب شماست. دکتر چطور؟ چاه مال کل ساختمونه ولی سقف فقط مال من تنهاست؟ آخه دکتر جون، وقتی که بارون میاد رو سقف مطب من که نمیاد، اما آبش از رو سقف شما میاد میره توی چاه. شما دستشویی هم که میرید فاضلابش میاد میره توی چاه. شما هم که دکتر من اون بالا هیچ مشکلی با چاه ندارم. آقا من تو زندگیم چاه به این خوبی نداشتم.
خیلی هم ازش راضیم. باشه، حالا که اینطوره منم میرم بالا با دکتر سهرابی صحبت میکنم. بالاخره مدیر ساختمان وظیفش همین چیزاست دیگه. درست میفرمایید. تشریف بردیم پیش دکتر سهرابی، سفارش سقف بنده هم بفرمایید. بفرمایید. خواهش میکنم. مسئول ساختمان باید رسیدگی کنه به مشکلات ساختمان. من مطمئنم شما میریم پیشش نه چاه درست میشه نه سقف. این ساختمان 1000 تا لطفاً نگرش دارید. خواهش میکنم دیگه دکتر بزن دکتر. بفرمایید. متشکرم. خیلی ممنون. حال شما. متشکرم. شما خوبین؟ قربان شما. شما خوبین؟ همه چی مرتبه؟ رو به راهی؟ چه خبر افشار جان؟ دکتر جزینی فوق تخصص ارتوپدی دارن، یعنی هیچ کس قدشون نمیدونه کجا رو بگیره که اجداد آدم بیاد جلوی چشمش. خوبم. شما خوبین؟ خوب. چه خبر؟ هیچی بابا، چای دکتر شریفی گرفته مطبشو بو برداشته. باز میگه چای دکتر شریفی گرفته. چاه من نه، چای کل ساختمان. اصلا افشار جان شما به من بگو چاه مال منه یا مال کل ساختمونه؟ در مورد چاه باشه. نه درست جوابشو بده. خب باشه. اتفاقا من چند روز پیش داشتم به همین قضیه فکر می‌کردم. یعنی داشتم فکر می‌کردم طراحی ساختمون و نوع کارش خیلی شبیه بدن میمونه. از سیمکشی و لوله کشیش گرفته که مثل عصب و رگ تا فاضلابش. بعد به این نتیجه رسیدم که چه عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها رو نماند قرار. چی داری واسه خودت میگی؟ یک کلمه ازت پرسیدم ها، داره سخنرانی میکنه برای من. شریفی جون چه حرفی میزنی؟ این که دکتر نیست حرف ما رو بفهمه که. خواهش میکنم بنده دکتر هستم. 100 بار من به این دکتر سهرابی گفتم اینجا رو به غیر از دکتر اجاره نده. آخرش میشه همین دیگه، ساختمون پزشکان. عرض کردم بنده دکتر هستم. بله. و دکترا هم دارم. این مسئله برای بار چندمی که داره اتفاق میفته. مقصرم میدونید که همسر سابق من کتی خانم، اگه اون سر لج و لجبازی به همه نمیگفت که مدرک دکترای من رو وزارت علوم معادل دکترا ارزیابی کرده، امروز کسی اجازه چنین جسارتی به خودش نمیداد. من که میدونم این کار کیه. اینم سررسیدیه که شماره تلفن بیمارا و وقتی که گرفتن اینجا. بابا تحملم دیگه حدی داره. هرچی هیچی نمیگم سکوت میکنم. ببین این فیروز داره گندشو دیگه در میاره. هر چقدر به دکتر سهرابی میگم انگار نه انگار. امروز من برداشت پارکینگ من گذاشته اون طمع ها. بازم هیچی نگفتن. ولی دیگه تابلو نمیتونم بگذارم. میدونی چی کار کرده؟ برداشت یه چسبونده رو دکترش. میدونی این یعنی چی؟ تو باشی تحمل میکنی دیگه نهایت وقاحت، نهایت سلام علیکم. معرفی میکنم آقای دکتر نیما افشار که تعریفشونو کردم. ایشون هم خانم پرستو شیرزاد هستن، منشی جدیدمون. منشی جدیدمون؟ آره دیگه، قبلا راجبش با هم صحبت کردیم، گفتم قراره جای خانم خاوری بیان. آخه فکر نمی‌کردم خانم خاوری به این زودی بخوان تشریف ببرن. نه که 2-3 روز پیش گفته بودم. فکر نمی‌کردم شما به این زودی تشریف بیارین. نه 1 ماه پیش با هم صحبت کرده بودیم، نه 2-3 روز پیش. عجب چقدر زود میگذره. چرا بدون خداحافظی رفت؟ اتفاقا دیروز باهات خداحافظی کردم اینجا. آره؟ بله. عجب همون بهتر که رفت. خانم نمیدونید چه منشی داشتیم. نه اخلاق درست حسابی داشت نه کارشو بلد. از صبحم میومد اینجا مدام یه ریز با تلفن غیبت این. خلاصه نجاتمون دادید خانم. تموم شد؟ بله. ایشون دختر خانم خاوری هستن. ببخشید من یه تلفن خیلی واجب دارم. خانم شیرزاد سوالی چیزی دارین؟ ها؟ براتون توضیح بدم سوالی چیزی نه هست؟ خیلی ممنون، من کاملا همه چیزو متوجه شدم. مریضایی که برای مشاوره میام من میفرستم پیش دکتر ملکی اونجا، مریضایی که برای زیبایی میام من میفرستم اونجا پیش شما. ببینی خانم شیرزاد نشد. من ملکی ام، متخصص زیبایی، مطبم اونجاست. ایشون دکتر افشارن، روانشناسن و مطبشون اینجاست. بله. من کیم؟ آقای دکتر ملکی. زیبایی مطب اونجا، افشار روانشناس مطب اونجا. بله. آقای دکتر ملکی. بله. ببخشید من فقط فراموش کردم، مطب شما کدوم بود؟ مطب دکتر افشار کدوم بود؟ ببینید من الان از کجا اومدم؟ از اونجا. پس مطبم کجاست؟ میشه یه راهنمایی بکنی؟ وای آقای دکتر، دیگه واقعا اعتماد به نفسم از دست دادم.
یعنی کلا همه زندگیم به هم ریخته. چند وقته که این احساس اومده سراغتون؟ از موقعی که یادم میاد باش مشکل داشتم. یعنی اصلا نمیتونستم برم خودمو جلو آینه نگاه کنم. دقیقاً اولین باری که این احساس اومد سراغتون یادتون هست کی بود؟ آره تولد 5 سالگیم بود. وقتی میخواستم شمار فوت کنم بینیم سوخت. بعدش هم بهم کلی خندیدم. از همون موقع بود که احساس کردم یه چیزی توم شکست. دیگه اعتماد به نفسم نداشتم. ببخشید الان مشکل شما بینیتونه یا شوهرتون؟ بینیمه؟ من کاملا درکتون میکنم. اتفاقاتی که در سن کودکی میفته بعضا ذهنو دچار آشفتگی میکنه، ولی شما باید بهش فکر نکنید. چرا نگاه مثبت نداشته باشیم؟ شما نکات مثبت خیلی زیادی دارین. اینکه بینی شما بزرگه اصلا مشکلی نیست، بهش فکر نکنید. در عوض من مطمئنم که شما تحصیلات بالایی دارین. ندارم. ندارین؟ خب اصلا مهم نیست. عوضش من فکر میکنم که شما اخلاق خیلی خوبی دارین. وای ممنون. به هر حال این چیزا نباید زندگی شما رو تحت تاثیر قرار بده. خیلی هستن که از شما خیلی زشت دارن. نه منظورم اینه که دماغ زشتری دارن و دارن زندگیشونو میکنن و آدمهای موفقی هستند. آدمهای بزرگ با دماغهای بزرگ. مثلا آدمهای بزرگی که حتی اسمشون در تاریخ هم اومده همین مشکل شما رو دارن. ارسطو، افلاطون، آینشتاین، هر کدومشون یه وجب دماغ دارن. حتی کار به جایی رسیده که چند تحقیق در مورد رابطه دماغ بزرگ با هوش انجام دادن. چقدر جالب. ربطی هم به هم داشتن؟ نه نداشتن. به هر حال اینها آدم‌هایی بودن که اعتماد به نفسشون از دست ندادن و دست از زندگی نکشیدن. یعنی شما نظرتون اینه که من بینیمو عمل نکنم؟ البته عمل بینی هم یکی از راه هاست که میشه بهش فکر کرد، اما قاعدتاً بهترین راه نیست. عمل بینی برای شما مثل اینه که بخواید صورت مسئله رو پاک کنید. مثل کسی که تومور مغزی داره مدام داره از مورفین و مسکن استفاده میکنه، یا اینکه به جای ریختن زعفرون توی شعله ظرف بخوایم زردچوبه بریزیم، یا به جای اینکه یه فکری به حال آلودگی هوا بکنیم بیایم همش بریم بیمارستان تخصصی ریه احداث بکنیم. بله فهمیدم. این مشکل باید ریشه حل. دقیقاً. ما تمام تلاشمون رو خواهیم کرد که اعتماد به نفس شما رو به شما برگردونیم. البته شما هم باید به ما کمک کنید. وای آقای دکتر، من اصلا فکر نمی‌کردم که بخوان دکترها اینجوری باشن. فکر می‌کردم میخوان پولشون رو بگیرن و برن. واقعا انتظار اینجور صحبت‌های خوب و تاثیرگذار از دکترای زیبایی خواهش می‌کنم نظر لطفش. چیزی شده؟ ببخشید فرمودید دکترای زیبایی؟ بله. خانم شیرزاد، بابا این خانم شیرزاد از مادرش هم بیشتره. امروز به غیر از 2 تا از مریضای جنابالی بگه پیک موتوری مأمور گازم مشاوره دادم. باورت میشه؟ چه اشکالی داره؟ منم امروز به یکی از بیمارای تو وقت لیفتینگ دادم. اینطوری باشه که ما بدبخت میشیم. من دارم میگم که هرس نخور نیما جون. سلام دکتر جزینی. نه من هرس نمیخورم. چطوری دکتر؟ همه چی رو برای؟ قربان شما، مشغولیم با دماغ مردم. دکتر میگم یه خورده سفارش ما رو به این رفیقت بکن. تو داری به چی میخندی؟ بامزه است آقای دکتر. کجاش بامزه است؟ دکتر؟ بله. تو که دکتر نیستی، بشین سر جات. دکتر جزینی. بله. تو که گفتی چای ساختمون به شما مربوط نیست. الانم میگم به ما مربوط نیست. پس این باندای گچی تو چای فاضلاب من چی کار میکنه؟ لباس منو کثیف کردی؟ بزن آقای دکتر یه لحظه اجازه بدین آقای دکتر. بفرمایید. میگم لباس منو کثیف کردی؟ بازم کثیفش میکنم. برو بابا. شیلتی می‌ریزی تو چای فاضلاب شما بعید آقایون. تو حرف نزن. درد میکنه. یواشتر. انقدر دوست بازی در نیار. این یخو باید محکم فشار بدم تا اون ورمش بخوابه. بسته ببینم. گونه برجسته بهت میاد؟ ممنونم. میخوای 2 تا گونه برجسته برات بذارم که این چشای وزقی و این دماغ کوفته اید نزنه بیرون؟ یخو بذار. من نمیدونم، مثلا تو دکتری ها. آخه دکتر دعوا میکنه. اصلا برای چی خودتو الکی قاطی میکنی؟ چه حرفی تو داری میزنی؟ مشارکت در امور ساختمان وظیفه همه ماست. بمیر بابا.
که همش آب شد. خانم شیرزاد رفتین یخ بسازین. این کیسه یخ چی شد؟ این همش آب شده. اومدم. رد شدم؟ اون یخو بدین به من لطفا. بفرمایید. میخوای زنگ بزنم آژانس؟ آژانس برای چی؟ بیا آقای دکتر افشار رو معاینه کنن دیگه. منظورتون اورژانسه؟ ببخش من همش این آژانس و اورژانس و آتش فشار و آتش نشان و ببر و پلنگ رو با هم دیگه قاطی میکنم. حالا میخوای زنگ بزنم آتش نشان آژانس؟ اورژانس منظورتونه؟ نه نیازی نیست. با همین یخ صورتشون خوب میشه. هر جور صلاح میدونی، به هر حال شما از من دکترترین. باز چی شده؟ دوباره افتادیم به جون هم؟ سلام خانم. سلام. دعوا کردیم باز؟ نه بابا، داشتیم در مورد مسائل ساختمون حرف میزدیم. البته یه خورده سفت. باز خدا به خیر کرد کور نشدم، وگرنه کی میمد پیش یه روانشناسی یه چشم. معرفی میکنم خانم پرستو شیرزاد هستن، منشی جدیدمون. چه جالب، اسم منم پرستو شیرزاده. منم شما رو عرض کردم. ایشون هم خانم دکتر کتایون برهان نژاد هستن، روانپزشک، مطبشون طبقه بالاست. خوشبختم. پس شما همکار آقای دکتر افشار هستین؟ نه خیر، بنده روانپزشکم، ایشون روانشناس. دارم بهتون میگم اگه یه دفعه دیگه دعوا را بندازیم میرم چه مدیر ساختمون. به دکتر سهرابی چه ربطی داره؟ ما مگه اینجا دعوا کردیم؟ ما تو کافی شاپ دعوا کردیم. بفرمایید. به جای اینکه بگه ببخشید داره سفسطه میکنه. کاش میزدن چشاتو در میآوردن تا دیگه یاد بگیری. این چه طرز حرف زدنه؟ بیا ببین پاچشم چی شده. ببینم چیزی نشده که. هیچی نشده. سلام. نازنین توی کی اومدی؟ ما داشتیم چیز میکردیم، یعنی داشتیم چیکار میکردیم؟ داشتیم همدیگه رو معاینه میکردیم. معاینه میکردیم. بله متوجهم. سلام نازنین جون، خوبی عزیزم؟ بیا جون بیا. ببخشید اون طرفم. هنوز وسواس تقارنش خوب نشده. ببخشید. وسواس تقارن یکی از شاخه‌های بیماری وسواسه. یعنی مثلا حتما باید اندازه بند کفشاش یکسان باشه و گره اونها دقیقاً یک شکل و افراد مشهوری هم در تاریخ به این بیماری مبتلا بودن. برای مثال ناپلئون بناپارت هم به این بیماری مبتلا بوده و بعد از اینکه شرق اروپا رو فتح میکنه مجبور میشه به غربش هم حمله کنه. فکر میکردم تا الان خوب شده باشی. اتفاقا خوبم. پس دیگه اقدام به خودکشی نکردی؟ نه عزیزم، گفتم که کاملا خوب شدم. کاملا خوب که از لحاظ روانی وجود نداره، ولی بازم برات خوشحالم. اون موقع که مریض من بودی فکر نمی‌کردم چه دووم بیاد. نازنین چرا بیخبر؟ خب میگفتی گاوی گوسفندی. معرفی میکنم خانم پرستو شیرزاد هستن، منشی جدیدمون. چه بامزه، منم پرستو شیرزادم اتفاقا. خوشبختم. ایشون هم خانم نازنین فرهمند هستن، همسر آقای دکتر افشار. خوشبختم. خب پس اون چی بود؟ چی؟ کتی جون اصلا فکر نمی‌کردم اینجا ببینمت. خیلی خوشحالم که اینجایی. منم فکر نمی‌کردم ببینمت. دعوا کرده بود، یه مقدار نگران شدم. اومدم ببینم حالش خوبه یا نه. حالا چرا اینقدر بیخبر نازنین؟ میگفتی یه گاوی گوسفندی. گفتی که. به هر حال خوشحال شدم دیدمت. از ظاهرت هم معلومه حالت حسابی خوب شده. حسابی چاق شدی. چاق؟ من؟ یعنی شاید دکتر جزینی ارتوپد باشه، ولی انصافا نقاطی رو که خانوم‌ها پیدا می‌کنند هیچ ارتوپدی بلد نیست. خب دیگه من برم به کارام برسم. میشه اجازه بدین من رد شم؟ نازنین جون، اگه بیماریت اوت کرد میتونی رو کمک من حساب کنی. در ضمن این شالت هم بهت خیلی میاد. 10 سال پیش که اینا مد شده بودن منم یکی مثل همینو داشتم. خدافظ. تو چاقی؟ این یه حرفی واسه خودش میزد. این کجا شاقه؟ نه اصلا یکم قدشون کوتاست، چاق به نظر میرسن، وگرنه نه. ببین اصلا حرفای این کتی رو جدی نگیره. این همون موقع. بله. یه لحظه بیا تو مطبت، کارت دارم. خب اینجا دور هم جمع. نیما من یه چیزی متوجه شدم. چیو؟ این نازنین خانوم از این خانم دکتر بالایی خوشش نمیاد. خیلی باهوشین خانم شیرزاد. میدونی اصولا ما زنها یه چیزایی رو غریزی میفهمیم.
حالا که غریزی شما این ماجرا رو فهمیدین باید حواستون باشه اگه یه وقت کتی خانم اومدن اینجا نازنین خانم نباید بویی ببرن. ببخشید من اصلا تو اینجور مسائل خودم قاطی نمیکنم. خجالت نمیکشه زن ببخشید خانم شیرزاد، این دفعه مثل اینکه غریزتون اشتباه جواب داد. خانم نازنین همسر فعلی آقای دکترن، کتی خانم همسر سابق آقای دکتر. آها. ببین نازنین جان، تو الان بی دلیل داری پرخاشگری میکنی. اول چند تا نفس عمیق بکش. نیما، حالا بفرمایید دهنتون رو شیرین کنید. نیما این دختره اینجا چیکار میکرد؟ من چه میدونم چیکار میکرد؟ دعوا شده بود اومده بود ببینه چه خبره. این همه دکتر تو این ساختمون هست، باید این بیاد ببینه اینجا چه خبره، نه؟ خب از من چرا میپرسی؟ مگه من دعوتش کرده بودم؟ اصلا برو از خودش بپرس. فکر بدی هم نیست. نازنین چیکار داری میکنی؟ دارم میرم از خودش بپرسم. نازنین حالا من یه چیزی گفتم تو چرا انقدر بیخود حساسیت نشون میدی؟ اون بیچاره که تقصیری نداره. حالا دیگه از اون دفاع میکنی، اون بیچاره است، منم بیخودی حساس. دفاع چه نازنین؟ خواهش میکنم خونسرد باش. چند تا نفس عمیق بکش عزیزم. چند تا نفس عمیق بکش. عمیق‌تر. خیلی خوب. خونسرد باش. من میرم خونه. بعدنم خدمت تو میرسم. اینم یه آب پرتقال خوش رنگ و پر ویتامین برای نازنین خانم. نازنین میای پایین یا بیارم بالا آب پرتقال؟ نازنین خانم نمیخوای بگی چی شده؟ میخوای بگی تو نمیدونی؟ نه که نمیدونم، ولی باید راجبش حرف بزنیم. تو بزن. نه منظورم اینه که با هم حرف بزنیم، نه به هم. ببین نازنین تو داری قضیه رو گندش میکنی یا اومده بود اونجا داشت راجب مسائل مشکلات ساختمون حرف میزد و اینکه ما یه جلسه بذاریم. انقدر گندش نکن خواهش میکنم. اون ساختمون مگه مدیر نداره؟ من نمیفهمم نیما، اون چرا هرچی مشکل داره میاد سراغ تو؟ مگه تو چیکاره اون ساختمونی؟ من که میدونم اون میخواد تو زندگی ما سرک بکشه. اون میخواد خودش رو به تو نزدیک کنه. این چه حرفی تو داری میزنی؟ اگه راست میگی تو سه‌شنبه تو مطب اون چیکار میکردی؟ نازنین تو به من شک داری؟ چه ربطی داره؟ من دارم میگم اون میخواد رابطه ما رو خراب کنه. اصلا ببینم اون تو اون ساختمونی که تو اونجایی چیکار میکنه؟ چرا اون باید تو اون ساختمون باشه؟ من چه میدونم اون اونجا چیکار میکنه؟ من که نمیتونم بهش بگم کجا باشه. به دکتر سرابی هم که نمیتونم بگم ساختمونشو به کی اجاره بده به کی اجاره نده. نازنین تو که وضعیت منو بهتر میدونی. کرایه اونجا رو دارم زورکی میدم خانم. اصلا من کیو بهتر گیر بیارم که شریکش بشم؟ حالا خیلی خوب اینقدر مظلوم نمایی نکن. حالا چی داری میکشی؟ میخوای ببینی؟ بله با افتخار. این چیه؟ کتی خانوم. نازنین میشه کلن این کتی خانوم رو فراموشش کنی؟ باشه من فراموشش میکنم. تو به من بگو سه‌شنبه تو مطب اون چیکار میکردی؟ ببین من میتونم بهت بگم ولی این کارو نمیکنم. چرا مثلا؟ به خاطر اینکه میخوام یاد بگیری که به من اعتماد کنی. اگه من الان به تو بگم که تو مطب کتی خانم چیکار میکردم به صورت مقطعی آروم میشی، ولی همین قضیه میتونه پایه‌های زندگی مشترکمون رو متزلزل کنه. راست میگی؟ خب بله. بهت میگم تو مطب اون سه‌شنبه چیکار میکردی؟ با قبض موبایلش اشتباه اومده بود مطب من. همین. من نمیدونم این دفعه حقش جوری کف دستش بذارم تا بفهمه با کی طرفه. مطلق بار من میکنه به من میگه چاق دختره. نازن خواهش میکنم از تو بعیده. اگه تو هم بخوای مثل اون رفتار کنی دیگه با اون چه فرقی میکنی؟ تو یه آدم فرهنگی و هنرمندی هستی. از تو بعید. خواهش میکنم خونسرد باش. سعی نکن منو آروم کنی. من هنوز از دست تو عصبانی‌ام. نازن هر
خاصی کتی خانم گفت تو هم وایسادی نگاش کردی. به به. تو که بهتر میدونی. من اگه میخواستم عکس‌العمل نشون بدم یا یه بلایی سر خودم میآوردم یا یه بلایی سر اون میآوردم. من انقدر دوست دارم که نمیتونم عکس‌العمل کم نشون بدم. اینقدر زبون نریز. باشه برو زنگ بزن غذا بیارن چون غذا نداری. سلام. این چیشی میاد؟ معرفی میکنم. پدر و مادرم. حالا نگید که پدر و مادر بی ملاحظه‌ای داره که یه دفعه سرزده میان تو. اولا که اولاد واسه یه پدر و مادر عزیزه و دلشون میخواد هی به اولادشون سر بزنن. حالا یه موقع یادشون میره که خونه ما یه اتاق از خونه خودشون نیست. البته حقیقتش همینجوری هم هست. اونا صاحبخونه ما هستن. برای همین ما هم سعی میکنیم مستاجرای خوبی باشیم و همیشه در خونمون بروشون بازه. بو نمیاد. نیما بو میاد؟ نه منم بوی حس نمیکنم. نه اصلا بو نمیاد. چه معنی داره خونه یه زن اصلا بو غذا نیاد؟ ها مادر جون آخه نیما گفت من میل ندارم غذا بخورم، منم دیدم چیزی نخورم بهتره. چه خبر اینجا؟ این چه زندگی برای خودتون درست کردی؟ شما فکر نمی‌کنی یکی از راه میاد اینا رو میبینه خجالت میکشید؟ نه خجالت نمیکشین شماها، اصلا اهل خجالت نیستین. بابا چیزی نیست، تمیزش میکنی. شما بفرمایید بشینید راحت باشید. اون وقتا که ما عراش بودیم اگر یه وقت شام یا نهار نمیپختیم این فامیل شوهر من 7 خونه ایلا و اولا پشت سر من ناصدا میگفتن. چه روزگاری گذروندم. بله درست میگید. من هوس غذای بیرون کرده بودم، به نازنین گفتم آشپزی نکنه. همین. بله بله دیگه منم جای تو باشم همش هوس غذای بیرون میکنم. یکی نیستی میخونه یه چای به ما بدید بخوری؟ بله بابا جون الان براتون یه چایی میذارم. چای نداری؟ نه. من اگه یه شب بیام خونه با چای آماده نباشه مادرت طلاق میدم نیما جون. مردم مرداقه دیم. حالا این حرفا رو ول کن پدر جون. چه خبر؟ خبری تازه برادرم. فردا داداشی آزاد میشه. از کی فهمیدید که آزاد میشه؟ خب پس چرا چیزی به من نگفتیم؟ چه خبر اینقدر شلوغش میکنین هی آزاد؟ اگه مردم بشنون من فهم کنم بچه من چه کار کرده. من که به نازنین گفته بودم. من رفتم مطبش که بهش بگم اما اینقدر گرم بود که نشد بگم. اون که قرار نبود به این زودی ها ولش کنه. نیما جون من که میگم همین قدرم که تالا نگرش داشتن زیادی بودی. آخه گناهی مرتکب نشده بود که کلا برداری یا گل کویست که جرمش زندون رفتن نیست که آدم چه نکاشته بود که. پس این چای چی توشه؟ خب اینو باید جوش بیاد. پاشو بریم خونه به چایی بدم. نه مادر جون صبر کنین آخه الان آب جوش میاد چایی میذارم دوره هم میخوریم. دست درد نکنه نازنین جان، خیلی دیگه زحمتت دادیم. بعدم این چای کیسه یا معده‌مون اذیت کنه. نمیخواد زحمت بکشی. همون چای اولی هم چه خوردی به خاطر شما بوده. پاشو آقا فرید پاشو دیگه، تو که گرفتی نشستی هنو. نیما جانم بابا تو هم بعد از این اجا اومدی خونه و دیدی چای آماده نیستا 2 تا نهره بکش تا زندگی از این رو به اون رو بشه. آویزه گوشت کن. بله چشم. بریم خانم. خب من چی کار؟ نازنین کجا داری؟ نازنین یه دقیقه صبر کن، من که چیزی نگفتم. نازنین خواهش ناصر تویی؟ چی اومده؟ همین الان. داری چی کار میکنی؟ نمیبینی؟ دارم چیپس میخورم. روزتون بخیر دکتر جزیمی. روز شما هم بخیر. همه چی خوبه؟ خدا رو شکر همه چی خوبه. چطور مگه؟ هیچی. گفتم شاید هنوز از سقفتون چکه میکنه. سقف که نه اوضاعش خوبه. راستی حال چایتون چطوره؟ چا عالی، حرف نداره. خب خدا رو شکر. مریضا چه خبر؟
بد نیستن، میان میرن. ظاهرا سر تو ما که خیلی شلوغه. اینقدر سلامتی زیاد شده آقا کسی دیگه سراغ ما نمیاد.